من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون تا یک بار دیگه با پخش زنده ویژه اعتصابات اعتراضات سراسری و انقلاب مرکزی عزیزم باشم. در پنجمین ماه از خیزش انقلابی زن زندگی آزادی هستیم. در این مدت سران رژیم جمهوری اسلامی همه سعیشون رو به کار بردن تا بتونن با بازداشت‌ها، شکنجه و اعدام‌ها مردم معترض را مارش‌های نتیجه عکس داد و چهره منفی نه تنها برای مردم منطقه نمایان شد. در این مدت سطح سراسری و همبستگی باشکوهی در داخل ایران. در همان روزهای اول این خیزش انقلابی آحاد مردم به سرکوب عریان و خشن و میشه گفت مذبوحانه رژیم واکنش نشود. یکی از این آحاد کارگران بودند که در روزهای اول با دادن بیانیه‌های مختلفی سرکوب خشن رژیم رو محکوم کردند و به رژیم انتظار دارند که به عنوان یک طبقه در خیزش انقلابی جاشون خالیه. برای بررسی دلایل و موانع حضور کارگران به عنوان یک جنبش در این خیزش انقلابی در برنامه امروز همراه هستیم با رفیق حمید مافی، روزنامه‌نگار از آلمان. حمید، درود، خیلی خوش اومدید. من هم سلام میگم به شما و همه بینندگانتون، در خدمتتون. من در واقع اگر خیلی ازتون ممنونم که وقتتون رو در اختیار تلویزیون فکر می‌کنم مشکلی در ارتباط وجود داره. من خیلی با تأخیر میشنوم صداتون رو، ولی اون چیزی که من در واقع دریافت کردم به عنوان اینکه چرا کارگران در واقع به عنوان حالا طبقه کارگر یا در واقع در قامت سازمان‌های کارگری یا تشکل‌های کارگری حضور ندارند، به گمانم یک ذره باید بگیم که نه، به این صراحت نمیتونیم بگیم که حضور ندارن. ما اگر معلمان رو هم به عنوان بخشی از سازمان‌های کارگری در نظر بگیریم، خیلی مشخص حضور داشتن در تظاهرات و در اعتراضات و خیلی درخشان حضور داشتن. اما این رو هم نباید فراموش بکنیم که به هر صورت محیط‌های کارگری در همه این سال‌هایی که پس از در واقع خیلی مشخص اون چیزی که اسمش رو میگذارن سیاست‌های تعدیل در دوره هاشمی رفسنجانی، ما محیط‌های کارگریمون به شدت ناامن میشه برای کارگران. حالا این در حوزه‌های مختلف هست، با در واقع موقت سازی نیروی کار، با تعطیل شدن بنگاه‌ها یا کارخونه‌های خیلی بزرگ و ورود پیمانکاران به حوزه‌های صنایع زیربنایی یا اون صنایع اصلی که در اقتصاد ایران خیلی نقش مؤثری دارن، مثل نفت، مثل فولاد، مثل پتروشیمی ها و صنایع در واقع وابسته به اینها، از یک جایی به بعد کارگر در واقع به نوعی کارگر زدایی میشه این محیط ها، یا کارگران تبدیل میشن به نیروهای کار موقتی که هر آن ممکنه شغلشون رو از دست بدن، یا در واقع بخش زیادی از اینها اخراج میشن، با تبدیل قرارداد میشن و حتی به سمتی میرن که ناچار میشن شغلشون رو تغییر بدن. این فراینده تقریبا در تمام محیط‌های کارگری، منهای صنایع خودروسازی که حالا یک دلایل دیگری داره، صورت گرفته. به طور ویژه ما این رو در بخش نفت خیلی مشخص از دهه 70 به بعد به صراحت می‌بینیم. به هر صورت پروژه‌های نفت و گاز همواره محل تجمع کارگران پروژه‌ای بوده، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب 57. اما از دهه 70 به بعد یک اتفاقی رخ میده و اون اجازه‌ای که به وزارت نفت داده میشه برود و پروژه‌های نفت رو واگذار بکند به پیمانکارانی که به نوعی وصلن به شرکت‌های زاده شده از وزارت نفت. از دهه 70 خیلی مشخص ما شاهد ورود ابتدا پیمانکاران
بزرگ به نوعی به شرکت به در واقع پروژه‌های نفت و گاز به طور مشخص بخش عمده‌اش در عسلویه هستیم و بعد هرچی که زمان میگذره پیمانکارها در واقع تبدیل میشن به مقاط کار، کارها خوردتر میشه و در این کارهای خوردتر پیمانکاران متعددی وارد میشن تا از یک طرف اون سود و نفع خودشون رو ببرن، از طرف دیگر از تجمع کارگر در یک محیط جلوگیری بکنن. ما مثلا در یک پروژه نفت و گاز ممکنه در عسلویه 8 تا 9 تا پیمانکار همزمان کار بکنن، یکی در بخش جوشکاریه، یکی در بخش سازه است، یکی بخش فنیه، یکی در واقع بخش خدمات و اینها هر کدومشون کارگرانشون در سرکوب مزدی در استثمار خیلی مشترکن ولی عملاً یک کارفرمای مشترک ندارن، یک موقعیت مشترک ندارن. جدای از این در خود در واقع ساختار وزارت نفت، حالا به عنوان کارگری که انتظار میره یا عملاً اگر بخواهد اعتصاب بکند، گفته میشه که اگر اعتصاب بکنه تقریباً رژیم رو میتواند فلج بکند، این وزارت نفت و کارگر نفت در لایه‌های مختلفی قرار داره. ما در وزارت نفت میدونیم که حداقل 4 مدل کارگر داریم یا نیروی کار داریم. یک بخش نیروهای رسمی هستند که اصلا مشمول قانون کار نمیشن و دستمزدی که دریافت میکنن، مزایایی که میگیرن گاهی وقتا 7 تا 8 برابر حد اکثر دستمزدیه که کارگر پیمانی میگیره. کارگران پیمانی یا کارگران قراردادی هم خودشون چند خواهش میکنم صدای ما کم با تأخیر هم صدای شما برای من میرسه صدای من. میخواستم یه سوال ازتون بپرسم. شما اشاره کردیم به کارگران پیمانی، به کارگران رسمی. آیا در دوره قبل از انقلاب 57 هم کارگران اینطور طبقه بندی شده بودن، تقسیم بندی شده بودن یا اینکه نه بعد از سر کار اومدن این رژیم این تقسیم بندی درست شد؟ یعنی مثبت اشاره کنی؟ به این شدت نه. طبیعتاً کارگر پروژه‌ای در قبل از انقلاب هم بوده، منتها حضور در واقع پیمانکار به این وسعت همواره پروژه‌های نفت واگذار شده به شرکت‌های بین‌المللی و شرکت‌های بین‌المللی وقتی که می اومدن یه پیمانکار واسطی نداشتن که او برود و کارگر رو با قرارداد 90 روزه بیاره. کارگران به طور مستقیم با پیمانکارهای اصلی یا با وزارت نفت روبرو بودن و یک امنیت شغلی حداقل تا انتهای پروژه براشون برقرار بود. از پس از انقلاب و در واقع به ویژه در دهه 70 فاجعه‌ای که رخ میده این کارگر رو در واقع به شدت جزء به جزء میکنن، به نوعی تجزیه میکنن محل کار رو و پیمانکاران متعددی شکل میگیرن در این حوزه که عرض کردم خدمتون در بخش قبلی بخش‌های مختلف پروژه رو در اختیار میگیرن، از آماده سازی زمین تا خرید تجهیزات و بعد حالا تأمین نیروی انسانی برای بخش فنی، تأمین نیروی انسانی برای بخش سازه ها، تأمین نیروی انسانی برای تعمیرات، تأمین نیروی انسانی برای نگهداری، تأمین نیروی انسانی برای جوشکاری، تأمین نیروی انسانی برای سوله سازی. و اگر شما دقت بکنید همواره این کارگران، یعنی اگر خبری از محیط‌های کارگری میاد بیرون که کارگران سوله ساز، کارگران داربست بند، کارگران جوشکار، کارگران نمیدونم تعمیرات و نگهداری، هر کدوم اینها تحت استثمار یا در واقع سلطه گروه‌های مختلف پیمانکاری هستند و این پدیده دوره هاشمی رفسنجانی است و بعد از اون در دولت محمد خاتمی و احمدی نژاد با همه سرعت پیش رانده شده. امیدوارم جواب داده باشه. سپاسگزارم. میشه اشاره کنیم به اینکه چه فرقی بین سازماندهی کارگران قراردادی و کارگران رسمی است برای نمونه؟ من اگر باید به شرایط کاری اشاره بکنم. ببینید کارگر رسمی طرف قراردادش، یعنی اون چیزی که خودش رو کارکنان رسمی وزارت نفت مینامه یا در واقع یقه سفیدهای وزارت نفت، اینها خب وضعیت شغلیشون خیلی متفاوته. بخش عمدهشون
استخدام وزارت نفتن، از یک فیلترهای عبور میکنن. ما مثلا این رو درباره وزارت نفت میدونیم که فرزندان در واقع یعنی سهمیه‌ای است، فرزندان مدیران وزارت نفت میتوانند فرزندانشون رو جایگزین کنند. خانواده کشته شدگان یا مجروحان جنگ 8 ساله ایران و عراق اونجا سهمیه دارن و از یک سازوکارهای در واقع گزینشی عبور میکنن و طبیعتاً وضعیت معیشتیشون هم به شکل دیگری است، به نوعی وصلن به بخش‌هایی از بدنه حکومت. اما کارگرهای پیمانی که حالا اونها هم در رده‌های مختلفن، ما یک سری کارگر قراردادی داریم که اینها به طور مستقیم با وزارت نفت قرارداد دارن. در دوره محمود احمدی نژاد این کارگرها قرارداداشون مستقیم شده. به روایت خود کارگران وزارت نفت، کارگران پروژه‌ای نفت و گاز، این کارگران رو در واقع از میان نیروهای وفادار به نظام، نه همشون ولی اغلبشون در واقع در نقش حراست پروژه ها یا عملاً بازرسی تبدیل شدن، یعنی در واقع بخشی از نیروی سرکوب در محیط کارگریش بودن که جذب شدن. یک سری نیرو داریم در وزارت نفت معروف هم به ارکان ثالث. حالا نیروی ارکان ثالث نیروی متخصص فنیه که تعمیرات و نگهداری اون منابعی که ازشون داره استخراج میشه، یعنی به بهره برداری رسیده، در حال ساخت نیست. اینها وظیفهشون در واقع یا کاری که به اینها سپرده شده نگهداری و تعمیرات اون بخش از صنایع نفتیه که به شدت نقش مهمی دارن. اغلب اینها هم به صورت قراردادی هستن و حتی به واسطه پیمانکار، ولی دستمزدهای به نسبت خوبی میگیرن، یعنی به نسبت کارگران پروژه‌ای که جذب میشن برای آماده سازی و به ثمر رسوندن یک پالایشگاه یا یک پتروشیمی. این کارگران، یعنی این گروه چهارم کارگران که کارگران پروژه‌ای ما میشناسیمشون یا کارگران پیمانی، خب کاملا قراردادها موقت، دستمزدها به شدت پایینه، شرایط کار به شدت سخت و دشواره. ما همین تابستان امسال خبر داشتیم که بخش زیادی از اینا گرمازده شدن، کارشون به بیمارستان رسیده. طبیعتاً سازماندهی در بین این گروه از کارگران، چون اغلب هم در واقع جغرافیاهای مختلف ایران حرکت میکنن به سمت پروژه نفتی، اون عنوانی که براشون به کار میبرن کارگر مهاجر هستن، سکونتگاهشون جای دیگری است. اینها در محیط کار به شدت دشوار بوده در این سالها براشون سازماندهی. از این منظر که خیلی راحت پیمانکارها، که این رو هم باید اضافه بکنم، بخش زیادی از پیمانکارهای نفت و گاز در عسلویه و دیگر جاهای ایران به نوعی وابسته به سپاه هستند. سپاه خودش ادعا میکنه که بیش از 5000 پیمانکار رو سازمان داده و به نوعی با اونها در ارتباط، جدای از اینکه خودش پیمانکارهای متعددی رو داره. خب این کارگران به محض اینکه وارد یک فاز اعتصاب یا اعتراض میشن، چیزی که اسمش رو گذاشتن لیست سیاه، یک لیست سیاهی تشکیل میشه، اینها واردش میشن و دیگه در هیچ پروژه‌ای اجازه ورود بهشون داده نمیشه، از کار اخراج میشن و طبیعتاً وقتی که از کار اخراج میشن زندگیشون در خطر قرار میگیره، معیشتشون در خطر قرار میگیره. و با توجه به شرایطی هم که وجود داره، حالا نه اینکه همشون کارگر داخل گیوم ساده باشن، نه، بخش زیادی از اینها کارگران جوشکارن، کارگران فنی هستن، منتها نیروی کار بیکار به شدت زیاده در ایران که متقاضی کار در به نوعی اون چیزی که اسمشو میذارن اردوی بیکاران پشت در واقع پروژه ها منتظره که بره اونجا و بتونه یک شغلی به دست بیاره. از این منظر خیلی راحت تر سرکوب میشن و خیلی عملاً این اجازه رو هم بهشون در همه این سالها داده نشده که بتوانند به نوعی خودشون رو سازمان بدن. ما در دو یا سه سال اخیر یک شکل گیری در واقع یک مجموعه رو دیدیم به اسم شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی که به گمان من گام بسیار بسیار بزرگیه. شما در بین حداقل به یک روایت در بین 70 تا 130 هزار کارگر پروژه‌ای که در رفت و آمدن، از جغرافی‌های مختلف میان، به هر صورت به زبان‌های مختلفی حرف میزنن
و احتمالاً در واقع گرایش‌های مختلفی رو هم با خودشون حمل میکنن، شما بتوانی بین اینها در واقع یک چیزی رو سازمان بدی که خودشون اسمش رو گذاشتن مجامع عمومی و در شهرهای مختلف برگزار میشد. با همه سرکوبی که بر روی این بخش از کارگران بوده، به دلیل اون شکل استثماری که تجربه کردن و به نوعی اون ستمی که برشون تحمیل شده، در سازماندهی به گمانم قوی تر از سایر کارگران بودن. یعنی اون چیزی که ما داریم میبینیم از در واقع نمود بیرونی اعتراضات و اعتصابات این کارگران، ما در سال 400 یعنی تابستان 1400 و یک سال پیش از اون 1399 دو اعتصاب طولانی مدت رو از کارگران پروژه‌ای دیدیم که با خواستهای صنفی به یک بخشیش دست پیدا کردن و یک بخشیش رو هم خودشون پذیرفتن که حالا در روند مبارزه کارگری بهش میرسن. در بین کارگران رسمی چون عملاً شکل چانه‌زنیشون برای گرفتن اون مطالباتی که دارن متفاوته، هرچند اونها هم شورای سازماندهی رو شکل دادن، ولی طرف اونها وزارت نفت هست و وقتی که طرفشون وزارت نفته و به نوعی خودشون هم به هر صورت بخشی از اون سیستم وزارت نفت هستن که کارگران زیردست رو داره استثمار میکنه، میتوانن در این سال هم نشون دادن که با رایزنی یا در واقع تجمع‌های محدود مطالبات خودشون رو به دست میارن. به گمان من نیروی هدف طبقه کارگر یا نیرویی که میشود ازش انتظار داشت در چنین مواقعی همون کارگران پیمانی و کارگران فنی در واقع ارکان ثالث هستند که خب اینها با دشواری‌ها و محدودیت‌های خیلی خیلی زیادی روبروان. ما این رو میدونیم که از مهر ماه امسال، هنگامی که 18 مهر اگر اشتباه نکنم اولین اعتصاب کارگران پیمانی نفت در همبستگی با خیزش ژنرژیان آزادی شکل گرفت، حداقل 250 کارگر رو بازداشت کردن و هنوز از سرنوشت خیلی از اونها حداقل ما اطلاعی نداریم که آیا آزاد شدن یا نه. ما میدونیم که بخشی از این کارگران به هر صورت ساکن شهرهای مثل ایزه، مسجد سلیمان بودن که در بازداشت گسترده‌ای که در این شهرها صورت گرفت این کارگران پیمانی نفت و گاز بودن که بازداشت شدن. و خب این کارگران به دلیل اینکه یا در چهارمال بختیاری دهدشت به عنوان در واقع یکی از مناطقی که خیلی کارگر پیمانی داره، اینجاها خیلی سرکوب هم یعنی بازداشت‌ها خیلی گسترده بوده و این نشون میده که به هر صورت حاکمیت هم متوجه این ماجرا هست که این کارگران علاوه بر اینکه در محیط کار میتونن در واقع یک تأثیری بگذارن، در فضای شهری هم که زیست میکنن این امکان و این توان رو دارن و فضا رو به شدت براشون امنیتی کرده. من یک نمونه دیگری که الان به ذهنم میرسه کارگران پالایشگاه آبادان هست که در ماه گذشته 2 روز پیاپی اعتصاب کردن، دقیقاً به دلیل امنیتی شدن فضا و حضور پرتعداد نیروهای امنیتی در محل کار، احضار و تهدید کارگرانی که فراخوان به اعتصاب داده بودند. و خب بخشی از اعتصاب ها رو ما میدونیم صنفیه، حالا نه صنفی به این معنا که غیر سیاسی است اصلاً، چون مسئله صنفی مسئله سیاسی است، ولی مطالباتی جدایی از آنچه که در خیابان در جریان بود داشت، حداقل به لحاظ در واقع تاکتیکی. ولی حتی اون رو هم حاکمیت بر نمیتابه. ما میدونیم که بخش زیادی از اعضای شوراهای کارگری یا مجامع عمومی رو احضار کردن، تهدید کردن و از کار اخراجشون کردن. و خب در محیط عسلویه در روزی که قرار بود کارگران همزمان در چند نقطه تجمع بکنن، نیروهای امنیتی حتی اجازه پیاده شدن به کارگران از سرویس هایی که اینها رو به محل کار حمل می‌کرد نمیداد. در این فضای امنیتی و پلیسی طبیعتاً خب خیلی دشواره که انتظار داشته باشی کارگری که اگر 1 ماه دستمزد نگیره نه اجاره خونه رو میتونه پرداخت بکنه و احتمالاً همه زندگیش فرو میپاشه. این یک مقدار سازماندهی رو، همون وضعیت معیشتی و هم در واقع اون سرکوب پلیسی گسترده‌ای که وجود داره
فعلا به صورت میتونم بگم کوتاه مدت این امکان رو گرفته از اینها، ولی به این معنی نیست که حضور ندارن. بسیار سپاسگزارم. رفیق، در حرفاتون اشاره کردیم به کارگران، مثلا بعضی از کارگران مهاجر هستن و گرایشات مختلفی دارن. میگن که مثلا کارگران جوشکار که خودتون اشاره کردین، کارگران فنی، بعضی از این کارگرها کلا از مثلا یک ملیت رو تشکیل میدن، حالا ملیت‌های مختلف در ایران. فکر نمی‌کنی این راه سازماندهی یا شیوه سازماندهی رو آسان‌تر میکنه با توجه به اینکه خب از یک ملیت هستن، چه کرد باشن، چه عرب باشن، چه لور باشن، ملیت‌های مختلف در ایران؟ فکر نمی‌کنی این سازماندهی در بین این کارگران، حالا چه جوشکار باشه، چه کارگر فنی باشه، چه تعمیرات باشه، آسان‌تر هستش؟ به دو سویه داره. به گمان من اونجایی که به هر صورت کارگران بله جغرافیای مختلفی میان اونجا و در کنار هم قرار میگیرن، خب ما میدونیم که بخش زیادی از ساکنین در واقع دو استان چهارمار، بختیاری، کوکیل، بویراحمد و یک بخشی در واقع از لورهای بختیاری یا عربهای در واقع جغرافیای خوزستان، اینها کارگر پروژه‌ای هستند. این به این معنی نیست که از بقیه نقاط ایران نیست، ولی اینها جمعیت غالب در واقع کارگران پروژه‌ای رو تشکیل میدن. بنابر اون چیزی که من دیدم در اون جغرافیا، طبیعتاً اینها حالا یک سری پیوندهای خویشاوندی یا در واقع طایفه‌ای هم با همدیگه دارن و این بله از یک طرف این امکان رو خیلی بزرگ بیشتر میکنه برای سازماندهی. منتها یک حربه هم که همیشه حکومت در واقع استفاده کرده در همه این دوره‌ها در حوزه‌های مختلف اینه که سوار بشود بر این شکاف‌های ملیتی داخل ایران، یعنی در واقع قرار دادن کارگر لور در مقابل کارگر عرب، قرار دادن کارگر عرب در برابر کارگر ترک، قرار دادن کارگر ترک در برابر کارگر مثلا فارس کرد. این به شدت بارها و بارها در حوزه‌ها در جاهای مختلف، ما نمونه این رو در نیشکر هفت تپه هم دیدیم، در فولاد اهواز هم دیدیم و احتمالاً یکی یکی واحدهای تولیدی رو بریم جلو یا کارگاه ها رو اینها رو خواهیم دید. مسئله در واقع به گمان من وقتی کارگران با ملیت های مختلف هم که وارد یک پروژه میشن، اون چه که اونجا تجربه میکنن به عنوان استثمار و به نوعی زندگی میکنن اون وضعیت رو، مسئلهشون در واقع خیلی دیگه مسئله اولشون این نیست. مسئله اول استثماریه که بر همهشون تحمیل شده و این بله این امکان رو میده یک تجربه زیست مشترک تحت ستم که حالا یک ستم دیگری رو هم تجربه میکنه، همواره با خودش حمل میکنه. این امکان رو همواره به کارگران داده که بتوانن سازماندهی بهتری رو داشته باشن. ما سال 1400 و 1399 یک دفعه یک سنت مجامع عمومی یا ترک کردن پروژه های نفت و گاز از سوی کارگران شکل گرفت که اینها برگشتن به شهرهای خودشون و در شهرهای خودشون از جمله مثلا در بهبهان، در ایزه، در دهدشت، در شهر کرد و چندین و چند شهر دیگه که من الان واقعا اسما رو به خاطر نمیارم، شروع کردن به تشکیل مجامع عمومی در فضای باز شهری. شما اونجا میدیدی که بله این در واقع همزیستی، در واقع اومدن از یک جغرافیا، هم ملیتی بودن، این امکان رو به اینا داده که حتی این روایت خود کارگرانیه که اگر اشتباه نکنم از یکی از شهرهای چهارمال بختیاری، هفشجان یا هفشجان یه چنین نامی داره، از اونجا اومده بودن. خب اینها معتقد بودن که ما حتی اگر چندین ماه هم حقوق نگیریم ما میتونیم اعتصاب بکنیم تا چند ماه، چون در واقع در درون شهر به دلیل پیوندهای فامیلی که داریم معیشتمون رو تأمین میکنن. نگران این نیستیم که اگر مراجعه کنیم مثلا برای مواد غذایی بهمون ندن. ولی کارگرهایی که حالا از یک شهرهای دورتری میان، مثلا از اردبیل میان، از رشت میان، اینها این امکان رو ندارن چون کم تعدادتر از ما هستن و این پیوند هم بینشون شکل نگرفته در اون
جغرافیایی که زیست روزانه‌شونه، نه اونجایی که کار میکنن. این تأثیر مثبتی داشته همواره در پروژه نفت و گاز، ولی حکومت هم از سمت دیگری تلاش کرده که این رو به یک حربه تبدیل کنه، به ویژه با سپردن کارهای خرد به پیمانکارانی که هم ملیتن، هم شهریان، هم زبانن با کارگران. یعنی اینم یک شکل دیگری از اون سرکوب در محیط کار که شما بیای پیمانکار مثلا لور رو بذاری، پیمانکار بختیاری بیاری که کارگر بختیاری رو استثمار بکنه. و خیلی جاها کارگرها هم یک نسبت خویشاوندی ممکنه با پیمانکاره داشته باشن. این رو ما خیلی مشخص در چند پروژه میتونیم اسم ببریم ازش که نیروی پیمانکاری که اومده جوشکاری رو گرفته عملا تا چند سال پیش خودش در واقع کارگر بوده اونجا و بعد رفتن یک شرکتی رو تأسیس کردن 3 نفره و اومدن با اون شرکته حالا پروژه جوشکاری رو گرفتن، مثلا N میلیارد تومان. از این N میلیارد تومان یک بخشیش رو دستمزد دادن به همشهری هاشون، تعداد محدودی رو بردن اونجا و خب هر بارم که اون کارگر خواسته اعتصاب بکنه با این قضیه در واقع روبرو شده که ما خویشاوندیم، ما پول تو رو نمیخوایم بخوریم و بعداً میدیم. این آفت رو هم داره. بله. خب خوشبختانه که از دستاوردهایی که این خیزش داشته این بوده که نقشه‌های 43 ساله رژیم رو با تفرقه بیاندازه حکومت کن بین مخصوصا ملیت‌های مختلف رو نقشه براب کرد و الان ما شاهد حمایت‌های بسیار باشکوهی هستیم در بین ملیت‌های مختلف. امیدوارم که این همبستگی هم در بین کارگران نفت خیلی زود به وجود بیاد، هرچند که احتمالاً تا الان هم به وجود اومده باشه. رفیق حمید، شما اشاره کردیم به کارگران رسمی که میشه گفت به یه نحوی وصلن به خود رژیم و دست نشانده های خود رژیم هستن، کسانی هستن که سران رژیم حالا وابستگی‌هایی به رژیم دارن و مورد تایید اونا هستن. اما ما در مخصوصا امسال و 1-2 هفته گذشته شاهد چندین بیانیه بسیار رادیکال از طرف کارگران رسمی بودیم. حتی 1-2 روز گذشته کارگران ارکان ثالث هم یه بیانیه داده بودن که چندین کارگر مختلف از جمله کارگران 7 تپه از اون حمایت کرده بودن. یعنی میشه گفت که هرچند که این کارگران که الان مخصوصا کارگران رسمی که به عنوان کارگر ازشون نمیشه یاد کرد، میشه گفت که کارمند هستن، چون 15 روز بسیارشون کار میکنن و 15 روز استراحت دارن و حقوقهای بالایی هم دارن، اما حتی اونها هم در شرایطی هستن که ناراضی هستن از رژیم، ناراضی هستن از وضعیتی که براشون پیش اومده. نظر شما در این مورد چیه؟ ببینید طبیعتا در همه بدنه حاکمیت الان شما قبل از کارگران نفت، کارگران رسمی نفت، نیروهای وزارت کار رو میبینید، نیروهای در واقع سازمان ثبت و اسناد رو میبینید، نیروهای جهاد کشاورزی رو میبینید که از یک تبعیض و یک فقیرسازی که بر اونها تحمیل شده ناراضی هستند. خب این در بخش نفت به هر صورت کارگر نفت یا نیروی رسمی نفت همواره یک زندگی توأم با رفاه حد اکثری به نسبت بقیه داشته، بیمارستان اختصاصی داشته، در واقع از این کمپ های مسافرتی داشته، هزینه سفر میگرفته و چندین و چند آیتم دیگه که شاید خیلی از کارگران بقیه بخشا نداشتن. یک اتفاقی که در دهه 80 و 90 افتاده در ایران اینه که آرام آرام خانه های سازمانی رو وزارت نفت واگذار کرده، بعد شروع کرده به واگذار کردن فروختن بیمارستان های در واقع وزارت نفت، بعد آروم آروم اون در واقع خانه های مسافرتی که داشته در شهرهای مختلف از جمله مناطق شمالی ایران، اونها رو در واقع از کارگران گرفته و دیگه فروخته به بخش خصوصی. اون خدمات ورزشی رفاهی که به نیروهای رسمیش میداده رو کم کرده و ناگهان با یک وضعیتی کارگر نفت روبرو شده که وزارت نفت حتی اون قانون وزارت نفت که الان مثلا یک بحث خیلی جدی در بین کارگران اینه که آقا ما تابع در واقع اون افزایش حقوقی که دولت تعیین میکنه سالانه برای کارکنان نیستیم. بر اساس قانون وزارت نفت
حقوق کارکنان رسمی وزارت نفت یک فرمول خاص دیگری داره و باید از اون تبعیت بشه. یک دعوا سر این هست دیگه که خب وقتی که شما این رو اجرا نمی‌کنی و بعد حالا نیرو حتی اگر من نمیتونم بگم همه کارکنان رسمی وزارت نفت الزاماً حتی اگر زاده در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی باشن الزاماً به عنوان بدنه خود جمهوری اسلامی هستن، ولی بخش گسترده‌اش نیروی وابسته به حکومت هست که توانسته است به ویژه سمت‌های کلیدی و کنترلی رو در دست داشته باشه. ولی اون بخش از بدنه وزارت نفت هم وقتی که متوجه این میشه که خب عملاً حالا مدام اون خدمات رفاهی، اون مزایای شغلی که دریافت میکرده، اون چیزی که حقش بوده رو ازش گرفتن و یک سرکوب حالا مزدی بر اون داره تحمیل میشه که همخوان نیست با رشد نرخ تورم و شرط معیشتی رو براش سخت کرده. طبیعتاً صداش در میاد و به این سمت میره که خب اگر در واقع نتواند اینجا مقابل این وضعیت بایسته، سالهای بعد باید وضعیت دشوارتری رو تحمل بکنه و طبیعتاً این میشه نقطه شروع سال اول هم نیست. ما میدونیم که تا قبل از این 2 سال اخیر کارکنان رسمی وزارت نفت معمولاً یک بار میرفتن جلوی مجلس، نامه مینوشتن با نمایندگان مجلس و یک رایزنی میکردن. حالا در اون مابین دولت و مجلس به هر صورت اصولگرا، اصلاح طلب، اعتدال فلانی که وجود داشت میتوانستن از اون فضا استفاده بکنن و یا از مجلس یا از دولت امتیازشون رو بگیرن و برگردن سر کار. اتفاقی که امسال افتاده اینه که خب دولت با یک کسری بودجه بسیار بسیار بزرگ روبروه، یک بیان تا در واقع 500,000 میلیارد تومان که رقم بسیار بزرگ و به خاطر این وضعیت اعلام کرده که حاضر نیست بپذیر مطالبات به حق کارکنان رسمی نفت و بقیه در واقع نیروی کار در حالا محیط دولتی رو. کارگران نفت هم خب به این نتیجه یعنی دیدن که خب چاره کار در واقع در اینه که کار رو بخوابونن تا بتونن خواسته خودشون رو تحمیل بکنن. حالا باید بگیم خوشبختانه یا متاسفانه در این حوزه نگران این هم نیستن که از محل کار اخراج بشن یا در واقع یک لیستی بسته بشه که دیگه اینها رو راه ندن. اخراج در واقع نیروی رسمی از وزارت نفت به این معنیه که باید در واقع تمام مطالبات اون رو پرداخت بکنن. این امکان رو بهشون میده که بیان، هرچند تعدادشون به نسبت کارگران غیر رسمی بسیار کمتره ولی خب زور بیشتری دارن و این زور بیشتر زبانشون رو هم تیزتر میکنه، به ویژه در وضعیتی که حاکمیت ناتوان است پاسخگویی به حداقل خواسته اونها. سپاسگزارم. در حرفاتون خیلی کوتاه اشاره کردیم به اینکه هر اعتراض و اعتصابی سیاسی هستش. خب ما شاهد بودیم که از کارگران نقد گرفتن، از اینکه گفتن که چرا منتظر کارگران هستین، کارگران هر بار که دست به اعتراض یا اعتصاب میزنن برای مطالبات معوقشونه، برای خواسته های صنفی خودشونه. آیا به نظر شما این درسته؟ آیا کارگران این فرصت رو، یعنی این در این شرایط هستن که بیان تو خیابون و یا در شرکتاشون دست به اعتصاب‌های گسترده بزنن و هرچند که در ماهشهر هم شاهد بودیم که کارگران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن، اما خواسته هاشون صرفاً صنفیه یا اینکه نه سیاسی هستش و میشه گفت که با اعتصاباتشون میتونن مطالبات آحاد مردم رو اونطور که مردم انتظار دارن در اون همراهی مردم رو همراهی کنن؟ صنفی سیاسیه، یعنی اون جریانی که تلاش میکنه یک تفکیکی بگذارد میان در واقع مسئله معیشت و مسئله سیاست، آدرس غلط میده و خودش به نوعی حامی یا در واقع مروج اون اقتصاد استثمارگر نئولیبرال هست که سالهاست داره در واقع شیره جان کارگر رو میمکه. این خیلی روشنه که خب کارگران
حالا در محیط‌های کاری کوچک یا بزرگ عملاً دنبال پیش از هر چیزی دنبال در واقع تأمین معیشت یا زندگی خودشون هستن و خب ما نمیتونیم اینو فراموش بکنیم که اگر کارگر فقیر شده، اگر کارگر داره استثمار میشه، محصول سیاست‌های اقتصادی حکومتیه که اونجا داره حکمرانی میکنه. اگر کارگر در محیط کار اعتراض میکنه، من جمله رو از میثم آل مهدی قرض میگیرم، اگر در محیط کار اعتراض میکنه طرفش در واقع کارفرماست به عنوان اون سرمایه‌دار خیلی خرد و وقتی که این اعتراض رو میاره تو خیابون، اون وقت دیگه این دولت سرمایه‌داره که طرف مقابلشه. از این منظر به گمان من جریان‌هایی، یعنی اون جریان‌هایی که حالا کارگران رو تحت فشار قرار میدن بدون اینکه در همه سالهای گذشته ذره‌ای همسویی داشته باشن با کارگران و ازشون انتظار دارن در یک شرایط سرکوب پاسخ مثبت بدن به جریان‌هایی که حالا خیلی هم شناختی ازشون ندارن و به نوعی غریبن، شاید هیچ در واقع رابطه حتی ذهنی هم میان اون جریان راستی که از کارگر میخواد اعتصاب بکنه با کارگران وجود نداره و به نوعی خودش هم انتظاری بیشتر از این نمیشه ازش داشت که فردا همین سیاست رو پیش نبره. از این منظر به گمان من خب اون یک سمپاشی علیه کارگران و فعالان کارگری و صنفی در ایران، ما این رو در قبال در واقع تشکل‌های معلمان خیلی روشن دیدیم که معلمان متهم شدن به مصرف خیابان، معلمان متهم شدن به اینکه عملاً فقط برای مطالبات صنفی میان در خیابون، در حالی که ما در اعتراضات معلمان، در تحصن‌های معلمان حتی پیش از قیام ژینا به شدت خواسته های رادیکالی رو داریم که بسیاری از نیروهای سیاسی هم بیان نمی‌کنن، مثل در واقع حق آموزش به زبان مادری، مثل توقف خصوصی سازی آموزش پرورش و حق آموزش رایگان، مثل توقف آموزش ایدئولوژیک مذهبی در مدارس، مثل در واقع پایان بخشیدن به کودک همسری در واقع در قالب آموزش‌های مذهبی و دینی و ما اینها رو خیلی صریح در خواسته های معلمانی که الان بخش زیادیشون در زندانن یا زیر حکمن دیدیم. طبیعتاً در مطالبات کارگران هم وقتی که میاد خیابون و علیه در واقع استثمار شعار میده، مسئله دیگه مسئله صرف صنفی نیست، هرچند در محیط کار هم او به یک سیاستی اعتراض داره میکنه. به همین خاطر من میتونم بگم که کارگران در واقع تحت شرایط امنیتی که قرار دارن و به دلیل تشکل زدایی که ازشون شده، ما فراموش نکنیم در بهار و تابستون امسال پیش از اینکه قیام ژینا شکل بگیره، حکومت انگار انتظار داشت که با یک اعتراض گسترده روبرو بشه، چون اومده بود و اون یارانه کالاهای اساسی رو حذف کرده بود، نرخ ارز رو آزاد کرده بود، شروع کرد به بازداشت فعالان صنفی معلمی و کارگری از تهران تا کردستان، از خوزستان تا گیلان. یعنی خیلی مشخص در هر شهری ما فکر میکنم بالغ بر، اگر من اشتباه نکنم، 250 معلم رو بازداشت کردن و صدها معلم رو به روایت شورای هماهنگی تشکل صنفی معلمان احضار کردن. رضا شهابی رو در تهران، حسن سعیدی رو در تهران، تعداد زیادی از اعضای کانون‌های صنفی شورای در واقع سندیکای کارگران شرکت واحد رو بازداشت کردن. در شهرهای مختلف کردستان تعداد زیادی در واقع از معلمان و فعالین کارگری از جمله کسانی که در شورای هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری داشتن فعالیت می‌کردن رو بازداشت می‌کردن. این بازداشت خیلی هدفمند بود برای جلوگیری کردن از در واقع احتمالاً پیوستن گروه‌های کارگری یا تشکل‌های کارگری که زیر سرکوب تونسته بودن خودشون رو سازمان بدن. و خب در یک فضای امنیتی و سرکوب، شما وقتی که هنوز نمیتوانید تأمین بکنید اعتصاب کردن نیازمند به یک سری حمایت‌های مالی هم داره. اگر کارگران قراره 1 ماه
کار نکنن و با در واقع پرداخت نشدن دستمزدشون، من داخل گیومه ببین یک اتفاقی درباره معلمان افتاده. ما یک خبر داریم که بالغ بر در واقع اگر اشتباه نکنم بیش از 40 معلم و شاید بیشتر در شهرهای مختلف کردستان چون در اعتصاب شرکت کردن مجازات مالی شدن و بخشی از حقوق اینها رو حاکمیت قطع کرده، غیبت براشون زده. این اتفاق خب درباره کارگران در محیط کاری هم میفته و کارگران وقتی که اعتصاب میکنن نیازمند این هستن که یک صندوقی وجود داشته باشه که بتواند اون زمانی که اینها در اعتصاب هستن دستمزدی بهشون پرداخت نمیشه، با پرونده های قضایی روبرو میشن، احتمالاً به زندان میرن، بتواند در واقع معیشت خود اینها و خانوادهشون رو تامین بکنن. نیروی سیاسی که از کارگرها انتظار داره در این شرایط سرکوب، در این شرایط اقتصادی اعتصاب بکنه، قبلش باید به این سوال جواب بده که برای حمایت از کارگرانی که دعوتشون میکنه به اعتصاب چه کاری انجام داده. ضمن این که به گمان من کارگران در این سالها هوشمندانه خیلی روشن نشون دادن که پای در واقع فراخوان نیروی ضد کارگر نرفتن. اونجایی که پاسخ مثبت دادن در واقع به نیروی همسو به خودشون بوده، نه نیرویی که فقط و فقط در پوششش با جمهوری اسلامی تفاوت داره، وگرنه در سیاست اقتصادیش همینه. از همین منظر میشود در واقع گفت که نه، کارگران حضور داشتن. من اسم شرکت رو فراموش کردم، کارگران زن یک شرکت خودروسازی در آبان ماه در واقع وقتی که اعتصابشون با شعار زن زندگی آزادی شروع میشه، چون 70% زن بودن. بله، اصلا تمام کارگران مجموعه زنن، کارگران یک شرکت خودروسازی هستند، ولی اعتصابشون با شعار زن زندگی آزادی شروع میشه و از قضا شما زن کارگری که در محیط کار داره استثمار میشه و میاد اعتصاب میکنه، منتها خب برای در واقع حالا رسانه جریان اصلی و نیروی اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی این صدا قابل شنیدن نیست و حتی باید سانسورش بکنی، چون یک مطالبه دیگری داره و شما نمیتونی از دل اون چیزی که نهایتاً بازسازی یک حکومت ارتجاعی دیگری رو انتظار داره بیرون بکشی. همین. بله، بسیار سپاسگزارم. اتفاقا در برنامه‌های گذشته ما که در مورد مسئله کارگران صحبت کردیم، خیلی از مهمونا اشاره میکنن به نبود صندوق اعتصابات. خب ما تجربه سال 57 رو داریم، دوباره به این اشاره کنیم به سال 57. میدونیم که رفسنجانی با هلیکوپتر برای کارگران پول میفرستاد که اعتصاب رو نشکنید. الان وظیفه شما الان اشاره کردیم به اینکه خب کسایی که خارج از ایران هستن و اینکه فقط ادای حمایت از کارگران رو دارن در میارن، خب کارگران به اینا گوش نمیدن. پس این صندوق اعتصاب با توجه به تورم فزاینده، با توجه به گرانی کمرشکنی که الان در ایران هستش، این صندوق رو چطور باید ایجاد کرد؟ مشابه سازی با بهمن 1357 و ماهای قبل از اون از این منظر یک ذره ما رو به خطا میبره که ما در اون سالها سازمان داریم. حالا میتونیم امروز منتقد همه سازمان ها باشیم یا خیلی هم سمپاتیک بهشون نگاه کنیم، ولی ما در جغرافیای کردستان از قضا سازمان در واقع کموله رو داریم، میتواند سازمان بدهد. در کنارش حزب دموکرات کردستان رو داریم که حالا با هر گرایش سیاسی حضور داره. در بقیه جغرافیاهای ایران در واقع سازمان چریک‌های فدایی خلق رو داریم، سازمان مجاهدین خلق رو داریم که اینها در درون همون جغرافیایی که دارن مبارزه میکنن پایگاه دارن، روابطی رو دارن و میتوانن کمک بگیرن، میتوانن در واقع بحث مالی رو جدای از نیروی مذهبی که حالا هاشمی رفسنجانی اون کار رو میکنه و بعدش در واقع میره سراغ این که اعتصابش رو بشکنه با مهدی بازرگان. ولی از این سمت ماجرا شما نیروی رو داری که میتواند هم در داخل اون جغرافیا و هم در بیرون اون جغرافیا به واسطه کنفدراسیون دانشجویان، به واسطه نیروهای همسو با خودش در خارج از ایران
میتواند هم به لحاظ مالی تامین مالی بکنه، هم به لحاظ نیروی سازماندهی که اونجا بتواند اعتصاب و حفظ. جمهوری اسلامی خیلی هوشمندانه در این سالها با اون در واقع نگاه امنیتیش نه اجازه رشد تشکل‌های کارگری مستقل در داخل ایران رو داده و نه در خارج از ایران اون بخش از اپوزیسیونی که میتواند در واقع بخشی از طبقه کارگر یا همسوی با طبقه کارگر در ایران باشه رو اجازه بهش داده، به هر طریق ممکنی تلاش کرده تخریبش بکنه و همه جدای از مسائل داخلی که خود این سازمان ها داشتن و همچنان احتمالاً برقراره تخریب کرده و این سازمان ها از بین رفتن. این در واقع یک گفتار اصلاح طلبانه ضد تشکیلاتی ضد طبقه کارگر سازمان گرفته، به ویژه از دهه 70 به بعد، که خب طبیعتاً خیلی هم راغب به مسئله در واقع که خودش اسمش رو میذاره صنفی نیست، چون بخشی از منفعت خود اون طبقه رو به خطر میاندازه. به هر صورت بخشی از طبقه متوسط رو به بالای ایران جزو نیروییه که داره استثمار میکنه، اسمش رو خورده بورژوازی میذارن، اسمش رو هر چیزی میخوان بگذارن و پایگاه اقتصادی و سیاسی داره در درون حاکمیت. اینها رو نابود کردن، حالا با در واقع گفتمان سازیشون، با رسانه هاشون و در عین حال با دامن زدن به چیزی به اسم سنت انجیویی، یعنی بروید و انجیو بسازید، کار خیریه بکنید، نمیدونم کار داوطلبانه بکنید، ولی به سمت سازمان و تشکیلات نرید. نیروی خارج از کشور اون بخشی که خودش رو وفادار میدونه به اون مبارزه طبقاتی و معتقده که راه رهایی در واقع از نابودی سرمایه‌داری در ایران میگذره، به گمان من خیلی کار دشواری داره در این وضعیت. شاید بتواند خیلی صندوق‌های کوچکی رو تشکیل بده، ولی از این منظر که سازمانی نداره، تشکیلاتی نداره و بعد در فضای بین‌الملل هم شما یک زمانی بلوک شرقی رو داشتی که در یک جاهایی به کمکت می‌اومده، میتوانستی با یه روابطی پیگیری بکنی یا یک چیزهایی رو به دست بیاری. الان واقعیتش اینه که وضعیت جهانی هم خیلی وضعیت راست کیشیه و به نوعی هر اقدامی رو یا هر حرکتی رو در راستای برهم زدن این نظم موجود تحت عنوانهای در واقع خطر برای حاکمیت اونجا و خیلی جاها ذیل عنوان تروریستی تحت تعقیب قرار میده دیگه. در این شرایط به گمان من نیازمند واقعا همفکری کسانیه که بودن در دل 57، یعنی اون جریان‌های افرادی که اونجا حضور داشتن در اون سازمان‌ها، در اون سازماندهی‌ها و اون تجاربی رو که از اونجا با خودشون آوردن به اروپا و در داد و ستد در واقع گفتگو با همفکرای خودشون از بقیه کشورها بر اون انباشت کردن و یک تجربه دیگری رو به دست آوردن. اون جریان میتونه امروز بنشینه و فکر بکنه و بعد به یک راهکاری برسه که چجوری هم بتونه صندوق اعتصاب تشکیل بده و هم در واقع این قصه رو که حاکمیت همواره میسازه که آقا پول از خارج تزریق شده که کارگران اعتصاب بکنن، هم با این مقابله بکنه، چون بلافاصله کوچکترین تبادل مالی با کارگر داخل ایران میتواند ذیل عنوان دریافت کمک از خارج براش یک جرم دیگری رو بتراشه. به گمان من نیازمند اینه که خیلی دقیق‌تر دربارش فکر بکنن، منتها خب همون نیروهایی که در اون سالها بودن در دل اون تجربه و الان هم تجربه بیشتری رو به دست آوردن و هم روابط گسترده تری. ممنونم. ما در برنامه‌مون سعی کردیم که عزیزانی رو که در سال 57 و در اون دوره در شرکت نفت بودن و حتی رهبران اعتصابات کارگری رو ازشون دعوت کنیم و از تجربیاتشون برای بینندگان بگن. رفیق حمید، شما اشاره کردیم به اینکه باید
از کردستان بگذریم که خب کردستان تحزب یافته است، اما اشاره کردیم به اینکه احزابی که وفادار باشن به خواسته های مردم، به دموکراسی. در یه جایی هم اسمی از مجاهدین بردید. به نظر شما مجاهدینی که چه ربطی داره اصلا خود مجاهدین با شعار زن زندگی آزادی، جایی که با روسری سوزان این خیزش انقلابی شروع شد و مجاهدینی که روسری سرشونه؟ شاید من بد متوجه شده باشم، اما خواستم یه توضیح بدین در این مورد. نه، من در واقع گفتم در اون زمان سازمان ها بودن، مجاهدین، سازمان چریکای خلق و اینها نیروی خودشون رو داشتن، ولی واقعا یک پرسش خیلی مهمیه به گمان من. به هر صورت یک سازمانی که یک زمانی از یک سنت چپ در واقع می اومده، حتی چپ مذهبی، بعد ناگهان در خارج از ایران تبدیل بشود به یک نیروی راست مذهبی که همپیمان میشه با در واقع راستترین دولت‌های اروپایی و امریکایی، خیلی غمباره. یعنی واقعیت ماجرا جدای از احترامی که برای تمام شهیدان مجاهد در زندان‌های جمهوری اسلامی و پیش از جمهوری اسلامی همواره باید قائل بود. به گمان من آره، این پرسشیه که در مقابل ما هممون قرار داره که سازمان مجاهدینی که امروز باش روبرو هستیم چه نسبتی با سازمان مجاهدین پیش از انقلاب داره و حتی تا سازمان مجاهدین 1360 داره، و بعد اینکه چطور میشه دقیقاً در زمانی که یک خشم، عصیان، در واقع طغیانی علیه اون تبعیض، آپارداید جنسیتی در ایران برقراره و زنان و دختران به سطوح اومده از اون پوشش روسری ها رو آتیش میزنن به عنوان نماد در واقع ستم جنسیتی، یک سازمان همچنان اصرار داره که حفظ بکنه اون پوشش رو. من خودم پاسخی براش ندارم واقعیتش، و فکرم میکنم امروز سازمان مجاهدین رو نمیتونید در قالب سازمان مجاهدین اون زمانی که خودش رو نیروی چپ مسلمان تعریف میکرد حالا دید. امیدوارم جواب داده باشم. بله، بسیار سپاسگزارم. نه، فکر کردم یعنی از حرفاتون اینطور برداشت کردم که سازمان مجاهدین میتونه الان این کمک‌ها رو انجام بده. منم گفتم که این مغایر داره با حرفاتون. خب رفیق حمید، 7-8 دقیقه از وقت برنامه ما مونده. سوالات بسیار هستش، بحث و گفتگو در این مورد بسیار هستش، اما دوست دارم خیلی کوتاه به خاطر اینکه زمانم داشته باشیم، شما اگه پیامی داشتین یا نکته‌ای که نگفته باشین اشاره کنین. اشاره کردیم به که در کردستان خیلی از معلمان الان در زندان ها هستن. اشاره کردیم به خیلی از معلمان در سطح ایران که الان در زندان ها هستن و با احکام طولانی مدت مواجه هستن. خیلی هم هستن که پیشیوه موقت آزاد شدن با وثیقه‌های بسیار سنگین. نه تنها معلمان. من مقدمه برنامه رو شاید میخواستم که ادامش رو در سوالی که میخواستم ازتون بپرسم بگم که اینکه خب قطعاً معلمان هستن، بازنشستگان هستن، پرستاران هستن، کل احاد جامعه و قطعاً فرد هم در خیابون‌ها هستن، روزا کار میکنن در محل کارشون، شبا میان به اعتراضات میپیوندن و الان هم خیلی از اونایی که اکثرا در زندان هستن کارگران هستن و حتی 4 عزیزی که اعدام شدند اونها هم کارگر بودن. اما میخوام بگم که با توجه به اینکه از حرفاتون پیداست و اون چه که ما مشاهده میکنیم و میبینیم و گزارشایی که میخونیم اینه که بیشتر رهبران خوشنام و با سابقه جنبش کارگری، حالا از همه صنف‌ها و شرکت‌ها و حالا معلم، بازنشسته، همشون الان در زندان‌ها هستن. چقدر اهمیت داره که ما شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو به صدر شعارمون بیاریم تا بتونیم این عزیزان رو آزاد کنیم و یا اینکه حتی درب زندان‌ها تجمع کنیم برای آزادی این عزیزان که این میتونه بسیار مثمر ثمر باشه در پیشروی هرچه سریعتر انقلاب. ببینید طبیعتاً به گمان من مطالبه اول و دوم جنبش خیزش در ایران و بیرون از ایران الان یک توقف حکم اعدامه، یعنی توقف صدور و اجرای حکم اعدام، و دو در واقع آزادی زندانی گروگان‌های سیاسی که
حالا به یک روایت آمارشون بیش از 20,000 نفره و حتی شاید بیشتر از 20,000 نفر. این رو گروه‌های سیاسی، یعنی نیروی سیاسی که چه در داخل ایران هست چه در خارج از ایران هست، باید واقعا به عنوان اینکه من همیشه این سوال از خودم میپرسم که آیا اگر این نیروهایی که الان در زندانند، چه معلمان، چه کارگران، چه دانشجویان و تمام فعالینی که در این سالها تلاش کردن اونجا یک شکلی از سازماندهی رو به وجود بیارن، اگر بیرون از زندان بودن، آیا وضعیت این بود و مثلا میشد اصلا تصور بکنیم که اون چیزی که من اسمشو میذارم ابتذال، واقعا وکالت، نمیدونم در واقع التماس از این و اون، چنین وضعیتی به وجود اصلا اجازه میدادن بیاد؟ آیا این امکان رو حاکمیت داشت که به این شدت سرکوب بکنه؟ چون به هر صورت نیرویی بود که سازماندهی بلد بود، سازماندهی کرده بود، یک توانی رو داشت. و الان هم به گمانم آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بازداشت شده های چه در این اعتراضات چه در اعتراضات پیشین، به عنوان ضمانت ادامه مبارزه است. یعنی خیلی مشخص جمهوری اسلامی کارنامه به شدت خونباری رو داره که هر بار یک خیزشی جان گرفته یا یک جایی خواسته در واقع اون دندان ببرش رو نشون بده، اون تندخویی و درندخوییش رو نشون بده، از گروگانهای سیاسی اعدام کرده. ما نمونه این رو درباره فرزاد کمانگر و شیرین علم‌هولی داریم و فرهاد حیدری و اسم علی حیدری، فرهاد رو فراموش کردم فامیلیش رو، و در سالهای قبل همچنین مواردی رو داشتیم دیگه. ما این رو عملاً حالا در 67 خیلی گسترده داریم، در واقع در دهه 60 داشتیم، در دهه 70 قطعاً داشتیم که حالا نمونه‌اش رو میشه شمرد. به همین دلیل به گمانم همه در واقع جدای از اون که اون ژنژیان آزادی به عنوان مترقی ترین شعار مطرح شده در جغرافیای خاورمیانه به شمول ایران تا به حال که به عنوان رؤوس مطالب باید بمونه، مطالبه آزادی زندانیان سیاسی با در واقع به هر شکل ممکن در ایران عملا اون شبی که گفتن قرار حکم اعدام عبادلو رو اجرا بکنن اگر اشتباه نکنم، خانوادهش رفتن مقابل زندان رجایی شهر و بعد چند نفری هم به اونا پیوستن. تجربه اون نشون میده که میشود در واقع با تجمع در مقابل زندان ها، با در واقع فراخوندن آدم ها به مقابل بازداشتگاه ها. ما این رو در جغرافیای اهواز دیدیم که خانواده ها طولانی مدت رفتن مقابل زندان و نشستن تا از فرزندانشون، از اعضای خانوادهشون، از بازداشت شدهشون اطلاع بگیرن. به گمان من جریان های فعال در داخل ایران هم باید به این سمت برن و حالا میدونیم ما این ور نشستیم ولی از فضا این رو میفهمیم که سرکوب خیلی 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 شدیده و عملاً هر جنبنده‌ای در خیابون رو ممکنه بازداشت بکنن. منتها اگر سیل گسترده‌ای از آدم‌ها به خیابون بیان، احتمالاً ماشین سرکوب هم این توان رو نخواهد داشت. ولی این رو واقعاً نیرویی که داخل جغرافیای ایرانه باید ارزیابی بکنه. در بیرون از ایران ما کمتر از 1 دقیقه وقت داریم. نمیخوام بدون خداحافظی از حضورتون مرخص بشیم و همچنین از حضور بینندگان عزیز. خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار تلویزیون ما گذاشتین و بسیار خوشحال شدم که در برنامه امروز در خدمت شما بودم. من هم خیلی خیلی خوشحال شدم. ممنون از شما که این فرصت رو به من دادید. امیدوارم که پیروز بشیم دیگه، یعنی به امید پیروزی. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. ایام بکام.